شکست بخشی از زندگی است. اگر شکست نخورید نمی‌آموزید. اگر نآموزید هرگز تغییر نخواهید کرد. فصل بهار نه اینکه برای دهقان بلکه برای شخص هنرمند نیز یک امکانیت است که هنر خود را صیقل داده آفریده های جالب آفرد. آماده پخش است بخش یک روزی صاحب هنر. صدای بلغه و کفتنی آهن قریب که همه روزه از این استخوانه به گوش می رسد. انامین خیل در این استخوانه خورده که کار همه روزه گرم است. در اینجا تفسیدنی آهن، سرخی و کفتنی آن عجایب می نماید. این منظره رو هر کس می خواهد تماشا نموده از نزدیک چطور آب شدنی آهن رو ببیند. در تیار نمودنی محصولات برای آهنگر در برابر آهن استفاده آب و آتش مهم است میگوید استا. هنر آهنگری را استا مهدی دیروز یا امروز ناموخته است، بلکه تندور آتشدان و هنر مذکور را از بابای بابا کلانهایش تا پدر و از پدر به خود آن را همچون میراث گرفته است. حضرت مولانا جلال‌الدین رومی هم گفت که بی پیر مرا که در بیمانی پرچنگ سکندر زمانی. اگر در پیش یک کس اگر همین هنر نآموزی یا چی نکنی، اگر شاگردی نکنی، البته خیلی مشکلی دارد. ما این هنر در پیش پدرم گفتم خیلی کودک بریم من درم استخوانه کار میکرد، نگاه میکنم چخیر هم پدرم کار میکنه، چخیر آهن صرف میده، چخیر مثال موزیکوش خیلی تیار گرفتیم با خود کسب کردیم رو گرفتیم. بعد از پدرم جواب گرفتیم این هنر پدرم دارم دیست. امروز از میان فرزندان کدوم از فرزندانتون با همین هنر شوق و رغبت بیشتر دارد؟ یعنی میخواهد که آینده همین هنر شما رو از فرزندان همین فرزند خوبی نوروزیان بیشتر حواس شده دارم آهنگری هنرشان یاد گرفته همه همین اسب بر باز کردن میتونه از بودت میدروید. بله همه آهن ما رفته از پرتوگوها میگیریم میوریم همینجا. بعد کلند است چیزی که هست ما رو دیگه می‌بینیم. از چی گونه آهن بیشتر؟ آهن مثلا بالون گاز فرسوده میشود و خودش بالون گاز خودش ترکیب داره. فلو دارم فلودی است. استالنور میلان به صفت استالنور است. ای همون کلند روش می‌نیم. یا که از ریسور تبر روش می‌کنیم یا که از دیسک دوست روش می‌کنیم. همین اسبابایی که آهنایی که مثال آهنایی که یگون چی دارن؟ استال دارن مثلا گزاروهن ساختن هم آهن. بیشتر قالب‌های آنها رو شما خودتون آماده می‌کنید و با شما قالب خودمون خیلی آماده می‌کنیم، تیور می‌کنیم و قالب می‌مونیم از روی نقشه می‌کشیم، از روی نقشه به اینجا می‌کنیم. این آلات‌های مهنت از قبیل کلند، داست و بلغه، تبر، کرد و دیگر واسطه‌هایی که حیات روزگارداری همه روزه به آنها نمی‌گذرد از جانب استا مهدی ساخته شدند. آلات‌های آماده نموده او صفتناک بوده در بازار خریداری خود را دارد. به قول استا مهدی اکثر خریداران الکی کارگاه او را می‌دانند و برای خریداری کردن آلات پسندیده دلشان به کارگاه او حاضر شده فرمایش می‌دهند. استا مهدی طبق فرمایش مزاج قالب آماده نموده آلات پسندیده دل آنها را می‌سازد. زحمت و مشقت هنرمند را آن نفر درک کرده می‌تواند که خود هنری دارد. من اولا اینکه از اساس گذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملتمان امام علی رحمان بسیار منادور از آن هستند که همین هنرها از نو زنده گردانید. خرید که همین هنرها از بین بروند باور کنید. لیکن با تشبث این شخص باز از سر نو این هنرها زنده شدند و جوانان همین خیلی توصیه میدهم که همین هنرها را آموزند. قبل در سر یعنی آهنگری نمی‌رود. چونکه من خودم اساساً می‌گیرم در همین آموزشگاه نوحیه سال 79 آموزش خط کردم خودم تراکتوریست شوفیور سوارچی الکتریک همین کسب‌ها را از خود کردم یاد گرفتم. همین هنرها از دستم میآیند، همه‌شون در همین روزگار در کارم. ولی همین جوانان را می‌بینم که مقصد یک آهنگری نیست مثلا برام با آموزان در آموزشگاه‌ها بخونن کسب‌های دیگر کسب‌ها را یاد بگیرن. میگن آخه با یک مرد 40 هنر کم است. همین 40 هنر یک هنر نه یک هنرش البته در روزگار در کار می‌شود. روزگار پیش می‌برید. سرفراز نه بولگذار بشه سالی عزت آبرو بشه. برام بخونن هنر به از مال پدر اگر دنیا باشه چیو می‌زنه که هنر تو وقتی که می‌زنی می‌خرونه می‌پوشونه می‌دهی تکلیفش می‌بره.
ҳунари оҳангарӣ дар ин оила авлодӣ аст. ана ҳамин хел аз насл ба насл идома меёбад. дар ин оила ҳамаи фарзандон ҳунари падарро дӯст медоранд ва дар рафти кори падар бо ӯ шарик гардида кӯшиш мекунанд ки нозукиҳои ҳунари мазкурро аз худ намоянд. вале ба гуфтаи ҳунарманд, аз миёни ҳамаи фарзандонаш таваҷҷӯҳи бештарро ба ин ҳунар фарзанди хурдиаш Наврӯзшоҳ медиҳад. ӯ аллакай қисме аз нозукиҳои ҳунари падарро аз худ кардааст ки мустақилона баъзе аз олотҳоро худ месозад. خلاصه هنر گنجینه پرزر و هنرمند زرگری بزرگ است که با آفریده های جالبش مفتونگری دلهای انسانی است. نزاکت و نفاست هر یک هنرمند اصیل سر نهانی خود را دارد که دستاوردهای هر یک هنرمند از دیگری خوبتر و بهتر دقت بیننده را به خود جلب می نماید. آدم ها همیشه نیاز به نصیحت ندارند. گاهی تنها چیزی که با آن محتاجند این دست است که باید بگیرند، گوش است که باید بشنوند و قلب است که آنها را درک نماید. مناسبت انسان از قدیم با گل گوناگون بوده. یکی از روی ذوق بلند زیبایی پرستی، دیگری باشد همچون داننده خاصیت این یا آن گل با آن مناسبت می نماید. گل همچون افاده‌گر رمز زیبایی و محبت در زندگی انسان ها نقش موثر دارد. مردم بیشتر پرورش آن را به راه می مانند و بسیاری ها همچون کسب دوست داشته خود گل پروری را نیز پیشه کردند. پرورش گل نازکی های خاص خود را دارد. بیشتری گل ها خیلی نازکند و با اندک رعایت نکردن به طلبات پرورش خشک شدن آنها نیز امکان دارد. بعضی گلها نمی را بیشتر دوست می دارند و بعضی دیگر باشند برعکس، یا روشنایی را می پسندند و یا تاریکی را. از همین لحاظ پیش از آنکه به پرورش گلها مشغول می شوید، سراول درباره خصوصیت های تاب‌آوری آنها معلومات گیرید. در این حالت شما می توانید در پرورش گل موفق گردید. هنگام شنیدن گل معیارهایی را باید رعایت نمایید که گل در داخل قوطی خوب نشأه‌نما یابد. مهمتر از همه ترکیب خاکی که به قوطی گل همراه می کنید با مینرال ها آن را آمیخته کرده بعد شروع کنید به شنیدن گل. این گلدان‌های ما سوراخی دارد. از سبب ما سفالچه‌ها را می‌گذارانیم که مثال خاک سوراخی را محکم می‌کند. برای همه سفالچه‌ها را می‌گذارانیم که چی نشود، سوراخی محکم نشود. اگر این سوراخی‌ها با خاک محکم شود، خشکی ریشه پیدا می‌شود. بعد از همچنین خاک همراه می‌کنیم. بعد نهال را گرفته با همین طرز نهال را با داخل گلدان میگذاریم. بعد خاک با همراه میکنیم. مثال تا همین گلونی همین گل مثال اگر از بر بالا بیاد چی میشه؟ ممکنی نفسگیر میشه گل. مثال چی شود؟ گل کسل شود. زیر میکنیم. بعد از شنیدن این آب میکنیم. گلها همچون رمز زیبایی در کوچه گلگشت‌ها، باغ‌ها و خانه‌ها پرورش کرده می‌شوند. پرورش گل‌های همیشه سبز از گل‌های موسمی به کلی فرق دارند. گل‌های همیشه سبز طبیعتاً نازکند و گل‌های موسمی باشند که عادتاً بیشتر در آغاز فصل بهار پرورش کرده می‌شوند تا باورند. گل‌های همیشه سبز در شرایط خانه تا حرارت 18 درجه گرمی باید نگاه داشته شوند. زرد شدن برگ گل گواهی آن است که به آن از معیار زیاد آب داده اید و یا هوا به شاخه‌های گل نمی‌رسد. اگر فقط سرسر برگ‌های گل خشک شدن گیرد، یعنی نشانی آن است که هوای اتاق گل خشک است. از همین سبب در ظرف علاهیده باید در داخل اتاق گل‌ها آب گذارید. در فصل بهار که ایام شکوفایی گل هاست، اگر آن نشکوفد و یا دیرتر شکوفت، دلیل آن است که گلدان حجمش خرد است که گل در داخل آن آزادانه نفس گرفتن نمی‌تواند. همیشه زیبابین و زیبایی پرست باشید و محیط خود را با گل‌ها باز هم زیباتر نمایید.
19 فوریه سال 2010 در اجلاس 64 اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد نوروز عجم مقام بین المللی گرفت و 21 مارس روز بین المللی نوروز اعلان شد. اعتراف جشن اجدادی از جانب جامعه جهانی شهادت به بحث قدرشناسی تاریخ و تمدن پرغناوت، فرهنگ، رسم و آیین و سنت‌های عبرت‌آموز گذشتگان بوده تجلیل فرامرزیان در سمت تحکیم اعتبار و نفوذ وارثان صاحب دولت در جهان معاصر و روند گفتگوی تمدن‌ها نقش مهم گذاشت. روز جهانی نوروز مژده از آغاز سال، احیا و بیدارشوی مادر زمین، پاکی روح و روان، استقبال روز نو و کار و پیکار نکو می باشد. نوروز عجم را در طول عصرهای زیاد از شمال چین تا مرزهای اروپا خلقیات و ملت‌های گوناگون با صمیمیت و مهر و محبت خاصه جشن می‌گیرند که این از ارزش عمومی بشری و اصالت تمدن سازی آن بشارت می‌دهد. جشن نوروز از قدیم تا امروز با رسم و آیین‌های به خود خاص جشن گرفته شده. دل غمگین و طبع خیره کس را بالیده و شاد می‌گرداند. در دوره از نوروز تا نوروز کشور عزیز ما شاهد دیگرگونی‌های کلی گردید که در نتیجه آنها سطح و صفت زندگی اهالی مملکت باز هم بهتر گردیده راه‌های منبعده رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق کشور معین گردید. اینجا بسیار چیزی هست برای خوراک. من بسیار چیز پسند هستم. امروز همه خزا خوب خوشحال هستیم که دیدم بسیار دیگر چیزه از طرف هندوستان. نوروز مبارک. باز نوروز آمد و دل شد جوان، کوه شهر و کوه منزل شد جوان، مهر شد بیدار در هفت آسمان، ای فروغا آفتابی صد جهان، تا به نوروز دیگر ما رو رسان. مرد دهقان سرنوشتی نو نوشت، سرنوشت از بیشتی نو نوشت، یالوها را جفت کرد و دانه کشت، گفت دهقان ای نصیب آبادان، تا به نوروز دیگر ما را رسان. امسال نیز مردم سربلند تاجیک در پرتو سیاست صلح‌جویانه حکومت مملکت و در فضای صلح و ثبات تاجیکستان عزیز نوروز جهانی را با رعایت سنت‌های نیک و عبرت‌آموز نیاگان تجلیل کرده، چون همیشه جهت انکشاف و رونق ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و رسیدن به هدف‌های عالی کمر همت می‌بندند. خوشا نوروز و عیدی باستانی، نشان از مهر و از فر کیانی، بمانده یادگار از تخت جمشید، همانند درفش کاویانی. ز تاجیکان و ایرانی و افغان شده نوروزی جهانی. پیامی مهر باشد جشن نوروز، به عالم داده جشن مهربانی. گل و گلزار و خورم ملک تاجیک، سفید و سبز رنگ و ارغوانی. ز مشرق تا به مغرب میهمانند، کند تاجیک از جان میزبانی. بود نوروز پیک وحدت شرق،
فروغ همدلی آریانی. سراسر ملک تاجیکان به نوروز به زیبایی بود بردی یمانی. درخشد در جهان آیین نوروز، کند خورشید مشرق زرفشانی. پری پرواز بکشا تاجیکستان، بیا بینگر بهشتی آسمانی. دل و جانها زیاد رو بوی تاجیک معطر گشته از این گلفشانی. با استقبال عید و پیک نوروز، کند پیر و جوان خانه تکانی. بود فصل بهار و ساغر و می، خوشا خیلی خمان است دل بیرانی. بود نوروز نوزایی عشاق، بیچینی گلزیروی یاری جانی. بود فصل بهار و ساغر و می، خوشا خیلی خمان از دل بیرانی. بود نوروز نوزایی عشاق، بیچینی گل زیروی یاری جانی. بهاران دلبر و عالم چه عاشق، بهاران مادر عشق و جوانی. بیامد کاروان شعر و شادی، سفر آغاز کن کز ره نمانی. بهار است و نوایی بربط و چنگ، با آواز و سرودی پهلوانی. بخواند رودکی هم از بهاران، بسانی بلبلانی باستانی. به شعر شاعرانی ملک تاجیک، شنو از جان و دل شیرین زبانی. تو باشی تاجیکستان مهد نوروز، چو نوری هرمز و دیر مغانی. الا ای تاجیکستان سروی نازم، بود نوروز و عیدت جاودانی. بود تاج دلم از عشق و مهرت، تو معشوقی من و سروی روانی. بنازم پیشوا و خلق تاجیک، بکرده عید جم را پاسبانی.